بابا جان بابا جان بابا جان با تو چی شد؟ هیچت نیست آروم شد آروم شد دخترم مامودتون نمیدون کردم آروم شد هیچ چیز نشده نباید بابا جان خواهی بدونم تمام آروم شد بابا جان سلیم سخت درسیدم بسیار سخت درسیدم که بابایم وفات کرده شوهر کن گفتن های بابایم تا حال از گوشم نمی رود باور کن که تو رو نمیفهمم سلیم بیچارم ماندم نمیدونم چی کار کنم حیرانم یگان کس را باید پیدا کنم اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتوانم نمیدونم فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه چی بوده؟ یعنی یگان کس قبول نکرده باشد کی قبول نکرده باشد؟ سلیم التماس برو گردم باید خودتان شد بحث نیست توی سخته برگو سلیم نمیدونم آیا میشده باشه ها بیا از نزدیک صحبت کنید مالش میایم توی سخته برگو کس خو برای خوستنده باباید زهرا محکول نشد زهرا تو کجا شدی؟ زهرا اینجا چیکار میکنی؟ استاد یک سوال به یادم اومد شما با مسجد نآمدید من خودم نزد شما اومدم بسیار خوب کردی حالا میبینی پدرت نمرده زهرا رو خانه دار میکنه با کی؟ از کجا دانم لیکن چی نقشه دارد نه تولین جان چی نقشه داشته میتواند تنها توی نبیرش رو دیدن میخواهد من نمیدانم توی نبیرش رو دیدن میخواهد و یا میراثش رو تقسیم کردن میخواهد معما فروخ از پدرت آهسته این موضوع را پرسیده نمیشود فروخ باز به این کارش نقطه گذارد در اینجا امام چیکار میکند تولین جان پدرم همین طور شدنش رو میخواهد از دستی من یگان کار نمیآید لیکن من مناسب نمیبینم چی میشود چیکار میکند آیا فکری ما یگان قدر ندارد تنها فکری خودش و زهرایش را میکند آیا تو ملیس و من یگان اهمیتی نداریم تو رو از کار آزاد نکند گفته از این خانه رفته نتوانستی لیکن دیگر صبر کردن نمیتوانم بس تولین جان جانکم کم تری دیگر صبر کن میدانی که عمرش خیلی کم مانده است بابایم در کجا باشن ندیدی؟ با اون خونه رفتن
ها؟ بابا جان با شما چی شد؟ هیچ چیز نیست. برای چی پرسیده ای سودایی؟ اگر آدم پیر شود به همه چیز ناچیز گریه میکرد است، چشم فیران میشود. اگر همسالی من شوی بعد بفهمی. فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ چیزی رو از من پنهان میکنید. تو نگوید از اینجا به یگان جا نمیروم. فهمیدید؟ استاد یک سوال دیگر. هجری بحث اکنون یک سوال میپرسم میگویی و سوال باران میکنی. با خدا که مانده شدم. حالا باشد من از تو سوال دارم. بپرسی. تلفن داری؟ ها دارم. بسیار خوب. اینطور باشد و من تلفنت رو نمیدی؟ مرحمت استاد. با مفتی زنگ میزنم. تنها تو سوال نمیدی، ما هم سوال میپرسیم. متاسفانه گفتگوی خصوصی میکنم. بخشش. لبای؟ الو شوکت، این منم. تو کی هستی؟ توبه آخرین منم کی هستی تو؟ شوکت مرا دیوانه نکن، من کل است. شوکت برادر جان از آوازت نشناختم. تو در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ با من زود سیم کارت گیر و در آنجایی که مرا آورده بودی با آنجا بیا. مرا فهمیدی؟ همون فهمیدم برادر. شوکت با دقت باش تا از قفایت یگان کس تعقیب نکند. برادر خدر وایمه نکن که دیگر به زنگ تلفنت جواب نمیدیم. تشکر. تا بازدید. مایلش خیر. شوکت شمایه؟ اوه این قدر تیز؟ منم؟ با ما به قرارگاه بیایید. تو مانند کی باشی ها؟ ندانم. به مانند کی باشم؟ من خودم را فکر نمی کنم زهرا. فقط بعد مرگم تنها ماندن تو را فکر کرده غمگین می شدم. توی تو را ندیده مردن نمی خواهم دخترم. بابا جان شما غمگین نشوید. خواهشتان عملی میگردم. اگر بار دیگر شما رو غمگین میبینم قسم میخورم که عموما آیله‌دار نمیشوم. فهمیدید؟ زهرا نمیخواهم به مصلحت با شخص نالایق آیله برپا کنی. من چون این انتخاب را نمیخواهم. تو باید با شخص آیله برپا کنی که آن شخص لایق خاندان ما باشد. بابا جان خاطر نشوید. حتما گفتگیتان برای می شود. زهرا تو در دل کسی را داری؟ دارم. داری؟ لیکن دفعه گذشته نیست گفته بودی؟ نگفته بودم برای آن که آن وقت هیچ کس را دوست نمی داشتم. چون این خبر خوش را چطور از بابایت مخفی نگاه می داری زهرا؟ حالا چقدر خرسند شدم تصور کردن نمیتونی. آن کی باشد ها؟ زود میخوام که شناس شوم. اعتراض قبول کردن نمی شود. بابا جان حتما شناس میکنم. وعده میدهم. من باید روم برای آن که فیلم برای انتظار است. تو را با لباس سفید میبینم. بسیار خوش است. هی
لای 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 من بود اکنون چیکار میکنم؟ صبح بخیر سردارم. تر نشوید گفته چتر آوردم. صبح بخیر. تو در اینجا چیکار میکنی؟ سردارم من برای یاری دادن شما اجازت گرفتم. تو چی گفتی داده؟ یاری چی؟ اجازت چی؟ سردارم من برای دستگیر نمودن کلت به شما یاری میرسانم. کلت آن وقت از بیمارخانه فرار کرد که من در آنجا بودم. در این کار من هم گناهکارم. من خودم را گناهکار می‌حسابم و برای کمک کردن شما آمدم سردارم. برادر، مادامی که تو اجازت گرفتی طرف رو در من نکرده به خانه دار استراحت کن. سردارم، من شما را تنها نمیگذارم. نبین، کلت از دست رفته است. من موزه من را ترک کرده است. زودتر شو تا که خطم را از تو نگیرم. چه کار کردی؟ آنها که پدر را کشتی؟ حیوان، من با تو چی گفتم؟ نگفتم که او را کشتا بعد بیا. اکی کنم کشتنی بودم اما از بیمارخانه فرار کرده. تا حال کسی او را پیدا نکرده. حیوان، نخواد یگان خویش و تبار به یار رفیق نداشته باشد. یک رفیق سنبو سپس دارد. آن سنبو سپس مهمان ما می شود. چنگیز سگ‌ها چطور شکار میکنن میدانی؟ از بوی را که حس کردن تو را به شکار میبرند. از پلیس پیشتر او را پیدا کنید وگرنه من شما را نابود میسازم. دم شو! مرا فهمیدی اجری؟ فهمیدم استاد سوال آخرم بسیار مهم است. استاد، مثلا در راه رفته ایستاده ای که یک دختر زیبا از پیشت میبراید و با اون نگاه میکنی. خدا بخشد بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. بعد باز نگاه میکنی. این گناه میشود استاد؟ خانم روز بخیر. یکان مشکلی داره دیاره بینم. ماشینم کار نمیکنه. فهمو اگر اجازه دید من یک مراتب از نظر بذارم. شما با ماشین سوار شوید تا که با کار درآید. آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمی کند. برای آنکه قطب شمال به نهایت خنک می باشد. نماز را باشد با وقت کشور خود رعایت کرده می خونیم. در اینجا زندگی می کنیم و نماز را با وقت اینجا می خونیم. یک مرتبه ماشین رو با کار درآید. استاد، من کمک اکثر سیمه هستم، به همین خاطر تاکسی فریاد میکنم. یک دقیقه خانم، حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. با کار در آمد. تمام، فکر میکنم که دیگر ویران نمی شود. به فکرم ماشین رو میدونید. کمتر. این برای من نه آنقدر مشکلی داشت. تشکر.
سلامت باشید. و جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا. از شناسایی شدم. من برای مهمان نوازیتون تشکر. بابایتون بسیار شخص خوب می باشد. خوش آمدید. میخواستم که برای وقت خوش آمدید بگویم، اما فرصت پیدا کردم نتوانستم. هیچ گپ نیست. زهرا چه حال داری؟ اپا جان خوش آمدید. از آمدنت بسیار خوشحال شدم. با اجازت شما من رفتم. تشکر. زهرا این کی؟ ماشین ویران شده بود و کار در آورد. اگر ماشینت ویران شود امام مسجد را چرا می‌سازی؟ اپا شما بسیار شیخ هستید. یکم وقت نقل میکنم. اینجوری استاد اگر در قطب شمال اینجوری با سوالدهی کمتر تنفس میدیم. اکنون رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ من خوب نیستم، تماما خوب نیستم. از نه تنها کلاس میگوید و خلاص. از این حالت من دیوانه میشوم. مرا یک سوال دار. تو چی حال داری؟ بابایم خوب هستن؟ بخشیش سیلین لبی مایلش آمده ایستادم. خیر اپا جان سیلین زنگ زد. من یک کاری ضرور دارم باید روم. مایلش بیرم. مایلش خوب. خدا یارت بود. اینجوری زودتر یه تو سوس راه رفت افتاده ای. استاد یک سوال به نهایت مهم پیش اومده است. باز کدام سوال؟ بچه ها آموده شدید. فنی داملا چگونه انسان است نفهمیدم. فقط با جامعهش میگردم. من همین رو میدانم که سله و جامعه تنها وقتی نمازخوانی پوشیده میشود، لیکن استاد زیا باشد با این سله و جامعه شب و روز میگردد. دوستم مقدس جامعه و سله نیست، دینمان مقدس است. دوستم میرج تو مرا گوش کن. بسیار چیزهای دینی را تو خطا میفهمی. مرا گوش کن برادر. در دین ما نه مقام، نه لباس، نه وظیفه و نه کسب اهمیتی ندارد. بهترین انسان نزد خدا با تقواترین است. این از کجا برام؟ یک سوال دارم استاد. مثلا در راه رفته ایستاده که یک زن زیبا میبرد و با اون نگاه میکنی، بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. سوالهای بی منطق رو نپرس. اینجوری من با تو سوال میدیم. مرحمت استاد. سرپرستخانه در کجاست؟ حالی جان بسیار خوب کردی که آمدی دیگر به خانه آن مرد نرو. ما با اونا جنگ کردیم. امروز نمیروم، همینجا میستم. بسیار خوب. مادام که یک و یک بار جدا شدن نمیتوانی، آهسته او را از خود دور ساز. برای این گپ چشمانت خندان بودنت را نشان داده ایستادن یا اینکه برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا من اونا رو دوست میدارم. حالی جان یک مراتبه خطا کردی. تو مجبور نیستی که تا آخر عمرت جفا بکشی.
بابا جان مرا مجبور میکنید که من جدا شوم، لیکن زهرا باشد مجبورا خانه دور کردن استاداید. اینو چه فهمم؟ بله، من آن چیزهایی را میگویم که شما دیدن نمیتوانید و در این سن و سال چیکار کرده ایست آدم بسیار خوب میداند. فهمیدم، اما مجبور خانه دور کردن هم درست نیست. دوست داشتن ندارد. دارد. دارد؟ زهرا؟ دوست داشتد کی باشه؟ شما در نزد بابه میستید اپا جان؟ بله. هیچ گپ نی اپا جان، بعد تو برکن. اگر نوبت با من بیاید همیشه بدتر میگو. اقلم دوست داشتن یا نداشتنت رو بگو. الو، آوازت نامده ایستاده است. ها. برای چی به من نگفتی؟ اپا جان اول با بابایم گفتم، به شما گفتن میخواستم لیکن فرصت نیفتم. خیر و کی بوده است؟ اپا جان بدتر گپ میزنیم، حالا نمیتونم گفتم که اگر شما همین خیزیت پرسیدن گرفتم و من نمیگویم فهمم؟ مالش خودت رو احتیاط کن. داشته است. من به تو نگفتم. کی باشه دانستان میخواهم. ها؟ من هم دانستان میخواهم. یک توی دیگر تیار کنم؟ زین جان تشکر. اگر زورو بیاید میرویم. فهمم. سلام سلیم. سلام آقای چغتای. چیکار داری؟ شکر خوبم. انشالله که لایحه تا وقت شناسایی آماده می شود. البته می شود. زهرا در کجا؟ زهرا نیست، امروز نآمد. ما هم کمتر پس می رویم. چیگاه؟ استاد باز با وسوسه شیطان گرفتار شدم، برای یک زن نگاه کردم. تو با کجا نگاه کردی؟ با یک زنی که از راه میگذشت. پسر برای هم نگاه میکنی و ریشت خسرو شده است نمیگویی. برای چی با زنها نگاه میکنی؟ یا تو بدنیت هستی؟ شما بسیار زیبا شده. تشکر هجری. پیش درو. مرحمت کن. بخیر است آقای چغتای، کارهای گفتم رو کردی؟ کاری نیست که بخری تو نکنم، خودت میدونی. چنین صحبت ها به من خوش نمی آید. خودتان میدانید. یک چند کار رو یک جای تبریز دادیم، اینجا بودنی من طبیعی است. به فکرم امروز در کار یگان مجلس نیست. زهرا به زنگایم جواب نمیدهی، از همین سبب مجبور میشم که تو را در اینجا انتظار شوم. التماس مرا فراموش نکن. با اجازه شما من کار دارم. زهرا به من فرصت ده. فرصتی چی؟ فرصتی چی؟ گوش کنید، من با شما بغیر از آیدی کار دیگر موضوع گپ زدن ندارم. اگر این فقط دوام دهید آیدی کار هم گفتگو نمیکنم. خوش آمدید. چای نوشیدن میخواهید؟ عذر نمیخواهم. سلیم وقتی با من گپ زده بود آقای چغتای در همینجا بود؟ زهرا جان اگر در اینجا میبود حتما به تو خبر میدادم. وای آمد تو رو پرسید و برگشته رفت. در اومدگاه مرا انتظار شده. نخود کمتر با ایمه بد کرده است. آی من تو رو نمیبیاید گفتم، کاش که اومدنت رو میگفتم. آی من دروغ گفتم. هیچ گپ نیست، بیا به یگان جای فراغتی میرویم صحبت میکنیم. سلیم من یک کار کردم. چی کار؟ با بابایم و اپام گفتم که دوست داشته دارم. بسیار کاری خوب کردی. این زینه اولی اولادور شوی میباشد. رفتیم این رو جشن میگیریم. شوخی کرده شده ای؟ نه جدی افتادم. چه خیل نمیشنوتی؟ برای خبرگیری که راست و محبت اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چیه که یک بار عصبی شده شما؟
من نگفتم، آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. بچه اگر گناهکار نمیشد به محبس محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخواد یکم بیگناه در محبس نباشد. کریم نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کیلاس کمر بستم، میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او را راست دیگه اونقدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم بابا یگان رفیقگری دارم. از محل ما است تمام. یگان صمیمیت ندارم. چی خیلی صمیمیت ندارید؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش رو نمیدونستم. وقتی که از خانه من طلاها رو دزدید. چی؟ طلاها رو دزدیده؟ چی کیلاس؟ نه کماندیر شما خطا فهمیدید. طلاها رو زن شونده هم دزدید. لباسایش رو میشستم، خوراک میپختم، اما او چرا مرا ترک نفهمیدم. کیلاس در کجاست بگو؟ کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم من الکی او رو پرسیدم. او نمیدوند کیلاس در کجاست. کی پرسیدی؟ پرسیدی؟ دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کیلاس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان را از پرسش میگذرانی؟ تو کی میباشی که آدمان را از پرسش میگذرانی؟ تو کی؟ اگر باری دیگر با کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. برو. کماندیر جان چخیلی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازه شما من هم روم. شوکت و گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکنه برایش نان کلچه نمی آوردم. سردارم کلتا کیلاس از محبس فرار نکرده است. از بیمارخانه فرار کرده. دف شوید. موز دف شوید. دفت. سردارم کیلاس دف شو. کدی کرده. سردارم همیشه گناهکارها رو خودش تنها دستگیر میکنه، اما کلتا کیلاس رو یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کیلاس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه. نگو. کلتا کیلاس رو اگر دیدن خواهی دیدن نمیتوانی. بیهوده آوارا نشو. یک دقیقه. نمیشناسم گفته ایستاده بودی. من همون رو مثل تو میشناسم. برادر تو با آدم نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمت از رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن و بازی. نمیدونم. با ساختکار بابایم را فریب کرده نمیشود میدونم. لیکن بابایت شد میشود. تو میفهمد که در اینجا مقصد خودم کردنی بابایت میباشد. تو گفته ای که دوست داشته داری، دیگر علاج نداری، برای همین مجبوری. گفتم لیکن زورا جون اویدی ساخته اویله برپا کردن از کسی درک نمیروبد بغیر از خودم. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ اکای نجمی وفات کرده. نجمی کیست؟ شما او را نمیشناسید دامون. مرحمت دامولا گذارید. نه مرحمت جای من خوب است. دامولا نماز جنازه را میخواند برای همین گفتید. من میخوانم؟ البته دامولا. اینجا بیا.
سیمکارت بشناسم لازم. پول به پول سخنت اثر ندارد حالی که تو داری. من را مجبور نکنه. نماز جنازه شخص ناشناس رو نمیخوانم. من این کار رو نمیکنم. هجری، آیا توی این مرده رو میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه رو تو بخون. داملو این سل کار نمیشود. آقای رو به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. مردن این اهمیت کلان دارد. هجری سرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش بدر جماعت انتظار است. کنه پیش بدر نماز رو خون. رفتیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اون مدرسه که من میشناسم در بینشان یگان شخصی باورناک پیدا نمیشود. برای چی نمیفهمی؟ جین بچه خوب و دلسوز است. باز احوال تو رو فهمیده میتواند. جین بچه خوب است اما بسیار ساده است. سر داشته نمیتواند همه‌اش را فحش میکند. این ساده وای بدنیت دیگرها به تو عاشق. زورو چیکار میکنی؟ من چیکار کردنم را نمیدونم. این فکر تو است. از من پرسیده ایستادی؟ بله از تو پرسیده ایستادم. من تو رو نمیفهمم. جنگ ساده است اما برای چی انیل نمیشود؟ انیل نمیشود برای اون که او به من عاشق میباشد. بچه عاشق است. وقتی کسی این کارو میکند نباید به احساسات داده شود. اگر به انیل روی خوش نشان دهند رفته به بابایم میگوید اون وقت من تمام. استاد برای شما از مالینه تورت تیار کردیم. مرحمت. تورت از مالینه؟ بله. بسیار دوست می‌دارم. اینطور باشد استاد. مرحمت. مرحمت درود. مرحمت. استاد خوش آمده. تشکر. تشکر استاد. خیریت که دعا کردید او گرفتاری بلای گردید. من یگان کار نکردم. استاد دعای شما گرفت. من ناگاهان شد. مامش را گرفتیم آمد. شیطان تشکر. زهرو یافتم. به خدا که یافتم. چی یافتی؟ تنسال جفتی تو است. او از عهده این کار میبروید. تنسال کی است؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ الو تنسال؟ چی؟ یک ثانیه. به تو نگفتم. تنسال جان چه حال داری؟ خدا از تو راضی باشه. این مشتری اعتبار ندارد. الو با کی گفته ایستادم؟ بایلش تو بودید؟ آمده ایستاده. کی می آمده؟ تنسال کمتر پس حاضر می شود. سلی تو دیوانه شده؟ ناپرسیده برای چه زن میزنی؟ آدم یک مرتبه از هم صحبتش میپرسد. من رفتم. خیش صحبتی خوب. زورو جان این بشین آرام شد. التماس بشین. در اینجا که خدمت میرسوند. الو با کی بگویم؟ رفته بیم. آدم برای شکمش رو سیر کند و رود. در نزد استاد است. برای چی به این میز خدمت رسانده نمیشود؟ اگر اپینو برام نمیبود هیچ وقت نزد این میز نمیومدم. تو با بیرون بیا. کمکم صحبت میکنیم. بیا. و تو گپ ندارم. و من در اون میزه که با تو شناس شدم. گوش کن. اینجا رو زیر زبر میکنم. مثل خودت میکنی احوالت رو ببین و بکار و دعای استاد گرفتار شدی. استاد؟ کدام استاد؟ با دعای این هوایی گرفتار شدم؟ دو استاد این طور رفتار نکن. نهرومتی نکن. تو خط کن التماس. محترم برادر کمتر آرام شوید. یگید نباید عصبی شود. استاد دعای بد کردن درست است؟ با تو چی طور رفتار کرده ایستاده؟ بی تربیه. از اینجا رفت. غم ندید. هیچ گپ نیست.
کبر و غرور آینده ندارد. او مرد بد نیست، در اصل یگیت خوب است. کمتر تنها مانده. باید تنها نگذاریم. ما باید او را دستگیری کرده مانده. استادی که من یاری رساند یگان دعا کنید که من از زمین خلاص شم، دیگر طاقت ندارم. 3 بار خواهرم اینطور نمیشود. ما با کسی رو نمیگوییم، بیا میگوییم بیا یک جوری به بیرون رویم صحبت میکنیم، با همین تو هم آرام میشیم. بیا صحبت میکنیم. بیا رفتیم بیا به بیرون. بیا خیلی زهرا اومد. آمدن نتوانید. از این خدمت گذاشته نتوانید. برای چی خنده کرده ایستاده ای؟ نمیدونم. کی رو یافتی؟ خنده نکن. به خدا که شرمنده میشوی. سلام. خوش آمدی تنسال جون. چه حال داری؟ زهرا تنسال. سلام، من تنسال. زهرا نمی شدم. من هم. من گرسنه هستم. یک دو چیز سفارش دادم. شما هم یک چیز میخواهید؟ نه تشکر. زهرا دوستی نزدیکی من است؟ بسیار خوب. برای چی برای سرانچه موارد جهت زدید؟ چه مسئله دارید؟ میخوام زودتر بدانم. به او یاردم دادن در کار. ما باید به تو باور کنیم. من باور کنی میشود. سیر پنهان داشته میتوانم. همه آدم تنها میماند. حالا تو هم تنهایی، لیکن به اطراف نشون نده. دایمون داد و پیغان، هوای نمیق، گفت را کوتاه چی در داری؟ رفیق گرامی، اگر گلویت درد کند به دکتر رو. من امام باشم نه دکتر. با دکتر گوش، گولی و بینی برم. انا دیدی دکتر خود به نزد بیمار میرفته است. خانم دکتر، ما آید بیناموسی سخن کرده ایستاده بودیم. بیا. تنسال ما به داماد احتیاج داریم، لیکن دامادی ساخته. ما میشم. یک کالا بیار. کمتر که خنده از کی باید معلوم است؟ زهرا بتو دخترم بیا کاش در اینجا می بودی و کارهای شدگی را می دیدی. چی شد است مادر؟ کمی پیشتر نمی در اینجا بود. کمتر بیادبی کرد، لیکن امام زیا سلامت باشد با زبانی شیرینش او را آرام کرده بود. زبانی شیرین ما رو از خونه‌اش برآورده است. این همین طور شد. دخترم امام زیا اهل تصوف می باشد. کسی که نباشد بیا می گوید در اینجا کارهای شده را می خواستم که ببینید. من هم میخواستم که کمی پیشتر دیده های من رو میدیدید. با مولای تعریفیتون بیچاره نمیک رو خفه کرده ایستاده بود. دخترم تو چی ها گفته شده؟ این ممکن است. بطور جان ممکن است که به چشمت نموده باشد. صوفی ها را بسیار کس در چنین حالت دیدن. بابای خدا رحمتیت هم همین طور میگفت. ای خدا جان بین ها حقیقت رو نشون بده. من از پس کارم میشوم. برادر سیم کارت آوردم. سیم کارت فهمیدن یک کار رو حل کردی، لیکن پشتر گفتن توبه. شکر. تشکر. سیم کارت به نام هیچ کس نیست. تشکر. از تا پایدگان کسان آوردی؟ نه بس کن. او کیست؟ معلوم نکن.
تمام خلق کار هم سپاری شد بی یکم پرسش به همش روزی شد سلین مرا ببخش با دوستی نزدیک قدر شد هیچ کس نیزورو جان وای به عیبی خودش بیند احوالمون رو ببین زیاد خندیدیم امروز عاقبتش بخیر شود اصلا ویران شد برادر چیه پنیزی خانم؟ دوستان گرامی، با شما همین را گفتنی هستم که در برابر صاحبکار بودنتان شما را میباید که انسانی مسئولیت شناس نیز باشید. از شما خواهش میکنم که امشب به خانه اتان رفته سرتان را به بالشت مانید و فکر کنید که به سگ‌های کوچه چی رساندید. با دقتتان یک جهان تشکر. چنگیز در اینجا چی گپ شده است؟ همه جا پر است، داغ شده است، فرش را تازه کنید. احوالش چگونه است؟ حالا با او کار کرده ایستاده‌ایم، نتیجه میگیریم. باری آخر از او خون گرفته. گرد و اطراف خون نشود. تمام رئیس، فرمان نکنید شما. هرچی گفتم همان را کن، با من جواب نده. حال او چگونه است؟ او همه چیز را قبول کرد. اگر همه چیز را قبول کرده باشد بگذار رود. عیب است، جواب دهد او را. رسمان را کشوید. دف شو. حیوان، تو این کار را تا حال نآموخته ای. به آخرت رود گفتم. پروردگارا نگهتون باش مرا. شوکت بابا به خدا دوچار شو. با تو نگفته بودم که کسی تو را تعقیب نکنه. استغفرالله برادرم. حیوان برای چی این را آوردم؟ شما چگونه بیدین میباشید نخود آدمی دیندار را با چنین احوال گرفتار کنیدانه؟ شما از خدا نمیترسید همین گناه های خودم به من بس است؟ ما فکرم حل شد انشاءالله با واسطه من شما از خدا نمیترسید؟ همراه سامبوسا پس یلجویا بودم. نشو! دستانی اون رکشا زد! مهش را با استخانه برید. دامولا را جواب ده. خدا خواهد از اینجا را هم نمازامو میخونم دیگه نمازامو ترک میکنم. بابای مولا از برای آنها عذر میپرسم. کارگرهای مرا شیطان وسوسه کرده است. شما میتوانید روید. برید او را. یک دقیقه او را با کجا میبرید؟ دامولای محترم ما با او یک چند سوال داریم. نمیشود. ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی که کسی به ناموس را با من میگوید اون را زود جواب میدم. شما پروا نکنید دامولا. نه التماس این طور نگوید. گناه است. غیبت گناه است. دامولا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان را از پسش غیبت نمیکنن. آقا جان وای آقای پدر ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید دامولای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کلس گفته او با شما چی کار کرد؟ مرا پراند. به خانه هم در آمدم مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ دامولا چیز را گویم یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی گناهکار کرده ایستاده؟ شاید شما را نپرانده باشد. دامولا پلیس همش را میداند. او را دستگیر کردند لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفوی من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید.
داملا بخشش، من این کار رو کردن نمیتونم. من باید قصاصم را گیرم. رفیق بیناموسی مای مرا معیوب کرد. حالی مرا بینید داملا، دست من از کار مانده است. شما آدم خوب میباشه. با من به اینجا بیوید و گوشتان یک چیز میگویم. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجدم، من برای میسر دادن مرا. نه، خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسان چی معنی داره؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی، من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر، بسیار خوب کردی. نه خبر کشی کن آخه. برای چی؟ ای برادر، مرا در شهر تنها بینم زنده به زنده گور میکنن. دیوانه، هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدای، تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی، بهوده خموش شدم. کار عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی، حتی تو رو نشناخت. این لباس های امامی به خدا که سیرناک هستند. هیچگاه اینها را از تنه نکش. شوکت سرزده، اینجا لباس امام یگون علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من رو نشناخت. برادر، این طرفش رو فکر نکن. تو کار امامیت رو دوام دادن گیر. راحت باش، دوامش رو من حل میکنم. بی پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیش قضا نشود. من رفتم تا باز دید. حاله حیاتم خانه نمیبیرم. این چی گفته نگاب؟ التماس کودک نشو. من کودک شده شدم؟ بله. اون من خسته شدم، دیگر نمیخوام با تو بحث بکنم. جانی من هم نمیخوام که بحث کنم. تمام میخوام که خونه بیایی. من با تو نگفته شدم. نه. بسیار خوب، این طور باشد خودم تو رو میارم. بهوده خودت رو مونده نکن. برای اون که تو باید کلاس رو دستگیر نمایی همیدم. دستگیر می نمایم. خدا تو رو دستگیر میکنم میگوید. آفرین حاله، رفتار خوب کردی. برای پایمال شدن خود اصلا اجازت ندی. شام بخیر بچه ها. سردارم پیرشکی، تو حالا هم در همین جایی. ساعت چند شد؟ سردارم گوش کنید. کلت کلاس از برای به مسئولیتی من شده از بیمارخانه فرار کرد. یعنی من در این کار گناهگار می باشم. دیگر هرگز به این خطاگی راه نمیدهم. سردارم اجازه دهید در دستگیر کردن کلت کلاس به شما یاری دهم. دو شو تا که دیری پر نشوی. دو شو. سردارم آخر دو شو گفتم. سردارم دو شو. Zakolka? Zakolka نیست. یا خدا کجا شد؟ در کجا افتیده باشه؟ در کجایی؟
این را جست ایستاده؟ تشکر. خیلی منت دارم. سلامت باشید. در ماشین من ایستاده. از آن دخترتان است؟ نه، من ولادور نیستم. از آن خواهرم می باشد. بزرگ میخواهم. نمیدانستم. بسیار غمگین شدم. نه، خواهرم زنده است. تنها مدت زیاد شد که یکدیگر رو نمیبینیم. این طور باشد بسیار خرسند شدم. امیدوارم که باز وا میخورید با خواهرتان. خدا خواهد. تکرارم تشکر میگویم. خیر باشه. خیلی خوش. بسیار شوخ بود. تا حال همین تا. در یک جا ایستاده نمیتوانید. درخت نیست که نچسبیده باشد، دیواره نیست که به بالایش نبرآمده باشد. میدونم. بسیار ملاقات بود. راست میکشید که بسیار زیبا بود. پیانینو رو بسیار خوب مینواخت، لیکن امتحان ها را دوست نمیداشت. اگر امتحان شود راهی گریز رو پیدا میکرد و یگان کس مانع شده نمیتوانید. اگر در رو محکم کنی از دود برو میگریست. در از کودک بسیار خوب بود و یگان کس ضررش نرسیده است. آقای مدیر، خاطره هایتان را احترام میکنم، لیکن برای دستگیر نمودن کلاس به معلومات احتیاج دارم. احتیاج یگان شناس یا یگان خشتبار ندارد. تا دمی که در اینجا بود یگان کس نه زنگ زد و نه به خبرگیری می اومد. بعدا چی شد نمیدونم. در سن 10 سالگی پدر و مادرش را از دست داده. خودش را در خوابگاه اینجا جا گرفتیم و خواهرش را عائله برای تربیه گرفته است. تمام دانسته هایم همین است. این همه را کمی پیشتر به رفیق پلیس نقل کردم. رفیق پلیس؟ سردارم، یتیم بودن کلاس رو نمیدونستم. فکر کردم که اگر خواهرش رو پیدا کنیم بسیار ثواب میگیریم. همین رفیق؟ همین. من دوام دهید. چای؟ یعنی که شبکه پریودش توی نبورد.
آمده. لبا هجری مهمان دارید استاد. دوستی نزدیکتون رو به نزدتون آوردم. استاد عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناسای ما رو با اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دومولا زیا به مسجد میاد انتظار شد، لیکن این کس انتظار نشد، گفت ما رو به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجد پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که با خورده نمیتوانیم. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی. برای همین حق سوال پرسی نداری. ها هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو. من با سوالهای برادر جواب میگردونم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. مدیر با شما زحمت شد تو اینجا آمده. تشکر نرده. هیچ گپ. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا بیا. سردارم با شما چی شد؟ گپ نزن. سردارم دستم درد کرد. گپ نزن. سردارم. اینجا تکه کن. تو گپ رو نمیفهمی. سردارم برای چی عصبی شده؟ کیلک خواهر داشته است، اگر پیدا کنیم ثواب میگیریم. گفتم برای همین عصبی شده. تو چی گفتی ساده این نابکار؟ چی گفتی ساده؟ سردارم شما مرا خطا فهمیده. کیلک جنایتکار میباشد، ما او را دستگیر میکنیم و جزا میدهیم. من کارم را 100% خوب اجرا میکنم سردارم. نابکار؟ کدام کار؟ کاری تو پاسپورتی میباشد. برای چی به کار پلیس دخالت کردی ساده ای؟ سردارم من اجازت مهنتی گرفتم. من به مهنت کاری چی کار دارم؟ غمگین نشوید سردارم. من وعده میدهم که برای دستگیر کردن کیلک به شما یاری میدهم. احمق تو به خودت یاری ده. به ماشین سوار شو احمق. دوشم. سردارم چرا شما همیشه مرا جنگ میکنید؟ بجایت چین. برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ باید دفعه آدمان کنان را از قفایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کاتکاو دارد. بخشش که راحت کردم. برادری از همین قدر است. یک بار نمیپرسی که شوکت چه حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوکت برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرض بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم. تو باشی مرا چشم دیدن نداری. از خانه مرا بیرون میکنی. گپ در کجا بود از کالت کیلک نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهرک چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کی؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشد. رئیس. بس مایل شفرت امشب در اینجایی است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو. استاد. مایلش استاد شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چیکار درون خانه میبرای و نمیبرای. محکم باش. مایلش استاد زود بیاید. دیگه تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد بروید صحبت کنم. بیا صحبت کنان میروید. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد.